دانشمندان یک دارو برای رفع تمام مشکلات کشف کردن. یک داروی انقلابی که باعث میشه عمر طولانی‌تری داشته باشید، حافظتون رو تقویت میکنه، بهتون کمک میکنه که خلاق‌تر و باهوش‌تر بشید، زیباتر و لاغرترتون میکنه و طبیعتاً کمک میکنه اشتهاتون رو مهار کنید. ازتون در برابر خطر بیماریایی مثل آنفولانزا، سرطان، دیابت و اختلال حافظه و آلزایمر محافظت میکنه. خطر سکته قلبی و مغزی رو میاره پایین، افسردگی و اضطرابتون رو کم میکنه و باعث میشه اکثر اوقات شادتر باشید. برای داشتن همچین دارویی چقدر حاضرید هزینه کنید؟ حالا اگه بهتون بگن این دارو رو رایگان در اختیارتون میذارن چی؟ یا اگه بگن همین الان داریدش ولی تا حالا نمیدونستید ازش چطوری استفاده کنید؟ سلام، من پریسام و این ترجمه و خلاصه کتاب چرا میخوابیم از متیو واکر، دانشمند و روانشناس انگلیسیه که استاد علوم اعصاب توی دانشگاه کالیفرنیا است و بیشتر تحقیقات متیو واکر روی تاثیر خواب بر سلامت و بیماری انسان تاکید شده. شما هر روز صبح چجوری بیدار میشید؟ خودتون با ساعت بیولوژیکی بدنتون بیدار میشید یا حتما باید یه ساعتی زنگ بزنه که بتونید بلند بشید؟ آخرین باری که خودتون بیدار شدید از خواب کی بوده؟ یا آخرین باری که بدون مصرف کافئین یا قهوه تونستید روزتون رو سر کنید کی بوده؟ این سوالا خیلی مهمه چون کتاب میگه 2/3 افراد بالغ توی کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته به اندازه کافی نمیخوابن. شاید با خودتون بگیم با توجه به سخت شدن روزگار و شرایط فعلی خب عدد عجیبی نیست، ولی عوارضی که داره خیلی عجیبه، خیلی عجیب. خیلی کوتاه بخوام بگم ریسک خیلی بیماری‌ها مثل سرطان و آلزایمر و کلی چیزای عجیب غریب دیگه که هممون ازش وحشت داریم و میبره بالا و توی کتاب کامل توضیح داده. منم در ادامه توی ویدیو یه سری نکاتش رو بهتون میگم و چیزایی که کلا توی این کتاب بهشون اشاره شده اینه که چرا اینطوریه، اصلا خواب چیه، کارکردش چیه، چرا انقدر مهمه، ماجرا چیه. اول از خودتون بپرسید که دیشب چند ساعت خوابید؟ 6 ساعت بوده؟ کمتر؟ بیشتر؟ چند سال پیش من یه استاد توسعه فردی داشتم که دقیقاً همین سوال از من پرسید که شبا چند ساعت میخوابی؟ اون موقع من جواب دادم که تقریباً 6 ساعت اینا برام کافی و گفتش که او چه خبره، چقدر زیاد میخوابی، اینطوری بگیری که اصلا به هیچ جا نمیرسی، تو باید ساعت 4:30-5 دیرش بیدار شی، شروع کنی به نمیدونم کتاب خوندن، ورزش کردن یا کارهای این مدلی. میخوام بگم که باور عموم جامعه، حتی اونایی که مطالعه زیادی دارن، اینطوریه که تو هر چقدر کمتر بخوابی بهتره. شب تا جایی که میتونی کار کنی، از اون طرف صبح زودتر بیدار بشی، شروع کنی به کار کردن و مطالعه کردن و ورزش کردن و کلی کارهای این مدلی واسط ردیف میکنن که کامروا باشی. یا انگار هرچی آدم کمتر بخوابه آدم اکتیوتریه. حتی توی فیلم‌ها هم اینطوری نشون میدن که تنها راه موفقیت میتونه این باشه که تو از خوابت بزنی، چه صبحش چه شبش، و شروع کنی به کار کردن. حالا اینو توی ذهنتون داشته باشید که در ادامه ببینیم که چقدر این رفتار میتونه آسیبزا باشه. چیزی که کتاب میگه هر فرد بالغ بین 7 تا 9 ساعت خواب توی شبانه روز نیاز داره. جدای از تمام تفاوت‌های بدنی و نیازهای متفاوتی که داریم، هر فرد به طور میانگین 8 ساعت خواب نیاز داره. و فکر میکنید تقریباً چند درصد از آدما اگر کمتر از 7 ساعت بخوابن به بدنشون ضرر و آسیبی نمیزنن؟ تقریباً 0%. تقریباً هیچ کدوممون نمیتونیم کم بخوابیم و از این آسیبا فرار کنیم. و اثرات منفیش هم دقیقاً از روز بعد مشخص میشه. دیگه نمیتونی مثل قبل چیزی یاد بگیری یا چیزی حفظ کنی. تاثیرش رو همونجا روی جذابیت و زیبایی چهرت میذاره. پوستت انگار کدرتر و افتاده تر شده. از اون طرف چیزایی که روز قبلش یاد گرفتی و نمیتونی خوب سیو کنی، پس دوباره یه مرحله دیگه یادگیریت به مشکل میخوره. و کلی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت دیگه. برای مثال یه اثر خیلی وحشتناکی که میتونه داشته باشه روی آلزایمره. یعنی خواب ناکافی بیشترین تأثیر رو روی روند شروع آلزایمر میتونه داشته باشه، جدای از بحث وراثتی. اول از همه بریم ببینیم مثلا خواب چیه. خواب یه چیزی نیست که برای فرار از مشغولیت‌های ذهنی و بدبختی‌های زندگیمون بریم بهش پناه ببریم و چند ساعت انگار مغزمون رو خاموش کنیم که دیگه به هیچی فکر نکنیم. اینکه چرا میخوابیم و هنوز دانشمندان نتونستن دقیق بفهمن که به چه دلیله و
چطور ممکنه همچین چیزی؟ چون حتی از بالا یا از حالت فرگشتی هم که بخوایم نگاه کنیم یه جوریه که انگار ما هر روز چند ساعت به یه حالتی مثل کما میریم، انگار میمیریم و مغزمون یه بخشایی از بدنمون رو کامل فلج میکنه. و وقتی عجیب تر میشه که به این فکر کنیم ما توی این حالت رسما بی‌دفاعیم و هیچ جوره نمیتونیم در برابر خطرات احتمالی از خودمون محافظت کنیم، چون به هر حال ما مدت خیلی زیادی توی حیات وحش زندگی میکردیم دیگه. هر لحظه ممکن بوده یک حیوانی حمله کنه و ما توی خواب نتونیم از خودمون دفاع کنیم. جالبتر اینجاست که شما هر موجودی رو که نگاه کنی یک نوعی از خواب داره، از پرنده و چرنده و خزنده گرفته تا اون موجودات تک‌سلولی که حتی فکرش هم نمی‌کنی که اینا چه زندگی میتونن داشته باشن که باز یه مدلی خواب داشته باشن. پس این خیلی سوال کاربردی نیست که خواب به چه دردی میخوره. به جاش میتونیم بپرسیم که آیا عضوی از بدن ما هستش که خواب براش مفید نباشه یا موجودی هستش که خواب به دردش نخوره؟ که باید بگیم نه، همچین چیزی وجود نداره. در واقع خواب خوب و کافی برای تک تک ارگانای بدن ما لازم و ضروریه و شما اگر بدون ساعت زنگدارتون نمیتونید توی اون ساعت بیدار بشید، یعنی هنوز خواب بدنتون کامل نشده، بدنتون هنوز به اون خواب نیاز داره. و جالبه که خیلی‌ها فکر میکنن اونایی که عمیق‌تر میخوابن احتمالاً به خواب کمتری هم نیاز دارن، چون به هر حال با کیفیت‌تر بوده خوابشون. ولی خب باید بگم که اون دسته از آدما به خواب بیشتری هم نیاز دارن. یه فرق دیگه هم که موجودات با هم دارن توی ترکیب خوابشونه. یعنی ترکیب خواب رم و نان رمشون. نان رم میشه همون خواب غیر رم. بخوام خواب رم رو توضیح بدم، میشه اون مرحله از خواب که چشم پشت پلک تون تون حرکت میکنه. دقیقاً توی همون مرحله است که شما رویا میبینید یا خواب میبینید. هرچند که شما توی هر مرحله‌ای میتونید خواب ببینید، ولی توی این قسمت از خواب انگار رویاها واقعی ترن، عجیب غریب ترن، در هم بر هم ترن و چشما واقعا پشت پلک خیلی سریع حرکت میکنن. توی این مرحله امواج مغزیتون هم خیلی شبیه حالت بیداریه و دقیقا به همین خاطر هم هست که مغز عضلاتتون رو فلج میکنه تا بتونه شما رو ایمن نگه داره و یه جورایی از اجرای اون رویاها توی بیداری جلوگیری کنه. حالا چیزی که دانشمندا بهش رسیدن اینه که خواب رم برای تثبیت حافظه، برای عملکرد بهتر مغزتون، برای خلاقیت و خلق و خوی کلی خودتون خیلی واجب و ضروریه. و این خواب رم و نان رم یه جورایی یه چرخه دارن که هر 90 دقیقه یک بار تکرار میشه تا زمانی که نور خورشید بیاد بالا و شما بیدار بشید. سوالی که پیش میاد اینه که توی خواب دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ نویسنده میگه ما یک ساعت درونی داریم که این چرخه خواب و بیداری ما رو کنترل میکنه و اولین بار هم توی گیاها متوجه این موضوع شدن. میدیدن وقتی روز شروع میشه و خورشید طلوع میکنه گلای گیاها باز میشدن و به همون نسبت موقع غروب بسته میشدن. اولش فکر کردن ربط مستقیمی با نور خورشید و روز و شب داره، ولی خب بعد اومدن این گیاها رو توی یک جایی گذاشتن که هیچ نوری بهشون نمیرسیده و دیدن که دقیقاً سر ساعت همون اتفاقایی که توی نور افتاده واسهشون میافتاده، یعنی گلا سر ساعت باز میشدن و سر ساعت بسته میشدن. و یکی از چیزایی هم که برای خواب و بیداری به بدنمون دستور میده دقیقاً همین ساعت درونی است. پس این برامون روشن میکنه که ما یک ساعت درونی داریم که همه اینا رو کنترل میکنه و توی انسان‌ها هم توی هیپوتالاموس مغزشونه که یه سری از کارا و فعالیت‌ها و روندها رو دقیقاً همین ساعت درونی راه میندازه. جالبه که دقیقاً روی راه عصبای چشمه و دوباره این شبهه به وجود میاد که دقیقاً با نور خورشید داره کار میکنه و ربط مستقیمی داره. و یکی از جاهایی که به بدنمون دستور خواب و بیداری میده دقیقاً همین ساعت درونی است. طبق این ساعت وقتی روز شروع میشه دمای بدنمون بالا میره و باعث بیدار شدنمون میشه و به همون نسبت هر چقدر که به شب و موقع خوابمون نزدیک میشیم دمای بدن پایین‌تر میاد و همین باعث میشه که ما به خواب بریم. اندرو هیوبرمن هم توی اپیزود روتین صبحگاهی دقیقاً به همین مسئله اشاره میکنه. حالا اونجا یه سری مسائل دیگر رو از یه بخشای دیگه باز کردم که میتونه واسهتون مشخص کنه که چطوری میتونید از این قضیه برای بهتر شدن روزتون استفاده کنید. لینک اون اپیزودم میذارم براتون که بعد از این یکی برید اونم ببینید.
ولی خب این ساعت درونیه تنها چیزی نیست که باعث این چرخه میشه. یه دلیل مهمتر داره که بهش میگن اسلیپ پرشر یا فشار خواب که باعث تولید آدنوزین توی بدن ما میشه. حالا آدنوزین چیه؟ آدنوزین یه ماده‌ایه که در طول روز توی بدن ما جمع میشه و هر چقدر ما بیشتر بیدار بمونیم این ماده بیشتر و بیشتر میشه و باعث میشه که ما بیشتر خوابمون بگیره. یعنی دقیقاً چیزیه که به مغز دستور میده که الان باید بخوابی یا استراحت کنی و به همون میزانی که آدنوزین توی مغز ما تولید شده به همون نسبت هم ما خوابمون میاد. این معنیش اینه شبا که خیلی خوابمون میاد آدنوزین توی بیشترین حد و حالت خودش توی مغز ما جمع شده. و نکته جالب اینجاست که قهوه یا کافئین با همون کاری میکنه که آدنوزین به مغزمون نرسه. یعنی به همون انرژی نمیده. ما که فکر میکنیم قهوه میخوریم پر انرژی میشیم اینطوری نیستش. در واقع میاد به اون آدنوزینا میچسبه و راهش رو برای رسیدن به مغزمون مسدود میکنه. در واقع باعث میشه که گیرنده‌هامون درست کار نکنه و ما فکر کنیم خوابمون نمیاد. و اتفاقا دلیل جت‌لگ هم همینه که توی مسافرت‌ها توی مسافت‌های طولانی به وجود میاد و کلاً ریتم بدن ما به هم میریزه. در واقع خستگی که از سفر بین 2 تا منطقه زمانی متفاوت با اختلاف ساعته رو بهش میگن جت‌لگ و به خاطر تطابق نداشتن ساعت بدنمون با ساعت اون کشوره که این قضیه به هم میریزه. حالا جالبیش اینجاست که این دوتا کاملا جدا و مستقل از هم کار میکنن. شما تصور کنید روز بعد یک تحویل پروژه یا یک امتحانی دارید که مجبورید تمام طول شب و بیدار بمونید و روش کار کنید. حالا این بینم آدنوزینه بیشتر و بیشتر میشه، هی ساعت درونی بدنتون آلارم میده که وقت خوابه، من خوابم میاد، باید بخوابی. ولی خب بی توجه بهش کارتون رو تا صبح ادامه میدید و وقتی که صبح میشه میخواید برید سر کلاس یا میخواید برید اون پروژه‌تون رو تحویل بدید یه جوری سر حال میشید که انگار نه انگار کل شب بیدار بودید و کل شب فقط یک لحظه میخواستید بخوابید. دلیلش درسته که آدنوزین خیلی جمع شده توی بدنتون ولی از اون طرف ساعت درونی بدنتون داره میگه که صبح شده وقت بیداریه. به همین دلیل هم شما هوشیار میشید و حالا این وسط یه قهوه هم میزنید تنگش و کافئین جلوی اون آدنوزینا رو میگیره و شما کلا انگار یک روز عادی دارید مثل همه روزهای دیگه. تا زمانی که اون اسلیپ پرشر یا همون فشار خواب انقدر بالا بره و به ساعت درونی بدنتون غلبه کنه تا موقع کافئین هم اثرش رو از دست داده و آدنوزینای مختل شده دوباره آزاد میشن و همه چی برمیگرده به حالت نرمال و یک خستگی خیلی شدید و بی‌سابقه میاد سراغتون. خب وقتی که میخوابیم چی میشه؟ تصور عموم جامعه اگر اطلاعی از روند چرخه خواب نداشته باشن اینطوریه که ما در طی روز کلی از مغزمون کار کشیدیم، کلی فسفر سوزوندیم، پس شب که میشه مغز حسابی خسته است، ما گیج میشیم، میافتیم میخوابیم، بیهوش میشیم و تا صبح که دوباره بیدار بشیم. در صورتی که این کاملا برعکسش اتفاق میفته. ما وقتی که میخوابیم مغز در حال کار کردنه و از نوع سخت و شدید و پیچیده‌اش هم داره کار میکنه. با پیشرفت تکنولوژی دانشمندا وقتی اومدن توی خواب مغزمون رو بررسی کردن متوجه شدن که اصلا خبری از خاموش شدن و اینا نیستش و مغز توی اون تایم داره خیلی کارهای مختلفی انجام میده. مغز چند تا چرخه داره که همه مراحلش هم کاملا مشخص و متمایز از هم دیگه. همه چرخه ها هم 2 تا قسمت دارن که از خواب رم و NREM تشکیل شدن و همونطور که گفتم فرقش اینه که خواب رم وقتیه که خواب ما سبکه، داریم خواب و رویا میبینیم، ولی خواب NREM خوابمون سنگین‌تر و عمیق‌تره. چرخه ها هم همشون 90 دقیقه‌ای هن ولی خب نسبتاش یکسان نیستش. یعنی توی اون 90 دقیقه ها نسبت رم و انرممون یکسان نیستش که بشه دقیق راجبش حرف زد. و اینطوری بگم که خواب اوایل شب انرم بیشتری داره و خواب دم صبح رم بیشتری داره و دقیقاً هم به همین خاطره که ما فکر میکنیم که نزدیکای صبح که میشه بیشتر خواب میبینیم یا فکر میکنیم که خوابای صبحمون رو بیشتر یادمون میمونه و این دقیقاً به این خاطره که وزن خواب رم توی دمدمای صبح خیلی بیشتر نسبت به طول شب. پس فرقشون شد خواب دیدن و ندیدن.
یه فرق دیگه ای هم که داره، توی خواب رم بدن ما انگار فلج میشه. حتما تجربهشو داشتین، وقتی خواب میبینین میخواین حرکت کنین، میخواین حرف بزنین، مغزتون انگار داره میگه پشو فرار کن، بجنگ، حرف بزن، جوابشو بده. ولی خب هر کار که میتونیم نمیتونیم حرفی بزنیم، نمیتونیم حرکتی بکنیم. انگار تمام این دستورا قبل از اینکه بخوایم اجراشون کنیم یه جایی جلوشون گرفته میشه و به بدنمون نمیرسه، که اینم به خاطر همون مکانیزم دفاعی مغزه که میخواد ازمون محافظت کنه. یه تفاوت دیگه فعالیت خود مغزه که وقتی توی بیداری بررسیش میکنن، نویسنده تشبیهش میکنه به یک استادیوم قبل از شروع بازی که همه جا همه است، شلوغه، همه دارن حرف میزنن با هم، همه داد میکشن و اوضاع یه جوریه که اصلا نمیتونی تشخیص بدی که بعدش قراره چه اتفاقی بیفته یا اینجا چه خبره. ولی همون مغز توی خواب NREM یک جوری منظم و مرتب میشه که انگار همون استادیوم همشون با هم یک صدا دارن، یک سرودی رو میخونن و توی بهترین و پرفکت ترین نظم ممکن خودشه. حالا خواب رم چجوریه؟ یک چیزی بین این دوتاست. نه مثل بیداریمون شلوغ پلوغ و پر از همه است، نه مثل خواب NREMمون منظم و یک دسته. اینا یه سری ویژگی‌های کلی از خواب NREM و رم بودن که تفاوتاشو لازم بود تا حدی بدونید. بخوام راجع به کارکردهای مختلفش خیلی مختصر توضیح بدم، اینجوری میشه که خواب سر شبمون یعنی NREM کارش اینه یه سری اتصالات غیر ضروری مغز رو حذف کنه. این غیر ضروری ها رو حذف میکنه و بخشای مغز که از هم دورن رو با هم هماهنگ میکنه. انگار اطلاعات لازم رو رد و بدل میکنه. خواب رم هم یک جورایی حالت بیداری داره. انگار مغز بیداره ولی بدن خوابه و تمام اون اطلاعاتی که توی خواب NREMمون پردازش شدن اینجا دوباره بررسی و پردازش میشن. چون من خیلی خلاصه کردم ممکنه یه ذره گیج کننده باشه، ولی توی کتاب تمام اینا رو کامل و با جزئیات توضیح داده. ولی فعلا چیزی که ما میخوایم بدونیم اینه که چجوری میتونیم از اینا یک عملکرد خوب به نفع خودمون در بیاریم. ما اینجا باید دنبال این باشیم ببینیم که کدوم اطلاعات برامون کاربردیه و میتونیم توی زندگیمون ازشون استفاده کنیم دیگه. برای مثال اینجا اینطوری میشه که تا الان فهمیدیم خواب رم دم صبح خیلی بیشتره، پس ما اگه شب دیر بخوابیم و صبح از اون طرف خوابمون تکمیل نشده باشه و مجبور باشیم بیدار بشیم، چیزی که از دست میدیم یک بخش خیلی زیادی از خواب رممونه که خیلی خیلی مهم و ضروری هم هست برامون. پس بهتره چیزایی که میدونیم و دنبالش میگردیم راجع به خواب رم باشه و تلاشمون واسه محافظت کردن از اون بخش خوابمون باشه. اهمیت خواب رم رو اینجا میتونم خوب بهتون برسونم که تا یک آزمایش اومدن خواب رم رو از موش‌های آزمایشگاهی گرفتن و سرعت مرگ و میر این موشا به حدی بالا رفته که انگار بهشون غذا ندادن. پس اینجا ما متوجه میشیم که میزان اهمیت خواب رم کاملا برابری میکنه با یک نیاز خیلی بیسیک مثل غذا خوردن و آب خوردن. خب چه مواردی به صورت کلی باعث اختلال توی خواب رممون میشه؟ بریم دونه دونه اینا رو با هم بررسی کنیم. اولین نکته رژیم غذاییه. تا چند ساعت قبل از خواب نباید یک وعده غذایی بزرگ بخوریم یا مایعات زیادی مصرف کنیم. به دو دلیل. به دلیل سوء هاضمه و متابولیسم بدن. اگه ما دستگاه گوارش بدنمون و متابولیسممون رو مثل کارخونه بخوایم در نظر بگیریم، خیلی طبیعیه که تا چند ساعت قبل از خواب ما نباید چیزی بخوریم که کم کم این کارخونه کارش رو به اتمام بره و وقتی که ما میخوایم بخوابیم رسما کارخونه رو تعطیل کنیم دیگه. و اگه دقیقاً قبل از خواب یه وعده غذایی بزرگ بخوریم، مثل اینه که از کارخونه انتظار داشته باشید تمام شب رو با ظرفیت کاملش کار کنه. یعنی اون تایمی که باید آروم باشه، استراحت کنه و رسما ریکاوری بشه، همچنان مجبور کار کنه. نکته مهم دیگه هم که داره اینه که بهترین حالت هضم غذا توی حالت ایستاده است. و اگر ما بلافاصله بعد از غذا خوردن بخوایم دراز بکشیم یا بخوابیم، هم توی روند هضم غذا مشکل ایجاد میشه، هم قطعا توی خوابمون اختلال پیدا میشه. در طول شب ما دنبال اینیم که تمرکز بدنمون روی بازیابی اون توان از دست رفتش باشه
و در حال استراحت باشه، نه اینکه باز دوباره درگیر هضم و متابولیسم و مسائل گوارشی و اینا بشه. مسئله بعدی که گفتم، مایعات زیادی مصرف نکنیم. حداقل 2 تا 3 ساعت قبل از اینکه بخوایم بخوابیم تا حد امکان مصرف مایعاتمون رو بیاریم پایین. فکر می‌کنم دلیلش هم واضح باشه دیگه، به خاطر اینکه مجبور نشیم در طی شب مدام دفع ادرار داشته باشیم و باعث اختلال توی خواب بشه دوباره. جدای از غذا، یه سری خوراکی‌ها و چیزای مصرفی هم هستش که باید حتما بدونید چه تأثیری میتونه روی خوابتون داشته باشه، چون که خیلی چیزای معمولی هن، توی دسترس هممون هست و 2 تا از مهمتریناش کافئین و نیکوتینه. اگه شما هم اهل قهوه باشین حتما میدونین که کمترین تأثیرش 4 تا 6 ساعت معمولاً بسته به ژنتیکی که خودتون دارین روی بدنتون تأثیر میذاره و به اصطلاح اجیر نگهتون میداره. پس بهترین زمان مصرف قهوه رو میگن که حداقل باید 8 ساعت یا حتی خیلی بیشتر قبل از خوابتون باشه و توی بهترین حالتش که بخواین مصرف کنین، خود کتاب میگه که از ساعت 11 تا 12 ظهر تایم مناسبیه که شما بخواین قهوه مصرفی روزتون رو استفاده کنید. نه خیلی نزدیک عصر و شبه که خوابتون اختلال پیدا کنه، نه جوریه که خیلی صبح زود باشه. در واقع کافئین باید فرصت دفع کامل از بدنتون رو قبل از نزدیک شدن به ساعت خوابتون داشته باشه. از آدنوزین هم که حرف زدیم، کافئین چه تأثیری روی آدنوزین میذاره با اینا، و دلیل اینکه چرا قهوه رو بلافاصله بعد از بیدار شدن توی صبح نباید بخوریم هم توی اپیزود روتین صبحگاهی که بتونید روتینتون رو تنظیم کنید اونجا کامل توضیح دادم، میتونید برید اونجا هم ببینید. نیکوتین هم یه ماده محرک مثل کافئینه که کتاب ازش حرف زده و اگه شما کسی این که سیگار میکشین باید کاملا اینو بدونید که نیکوتین باعث میشه که افراد سیگاری خواب سبکتری داشته باشن به نسبت بقیه. یعنی کلا جلوگیری میکنه از اینکه خوابتون عمیق بشه و اون درصد خواب رممون که خیلی هم واجب و ضروریه برای بدنمون رو خیلی کم میکنه. انگار بدن تمایل داره که توی اون مراحل خواب سبک بمونه و اگه احیانا سیگار میکشین حواستون به این باشه که خواب رمتون رو فدای چه چیزی میکنید. مورد بعدی الکله، یک ماده پرطرفدار که پر از حرف و افسانه و نظریه است راجع به این که باعث میشه خواب بهتری داشته باشین، باعث میشه راحت‌تر به خواب برید و کلا خوابتون رو عمیق‌تر میکنه. در صورتی که اصلا اینطوری نیست. یه جورایی الکل آدمو بیهوش میکنه و بیهوشی هم که اصلا شبیه خواب نیست. و بعدیش اینه که ما وقتی میخوابیم فکر میکنیم که آره خواب خیلی خوب و با کیفیتی داشتیم، در صورتی که ما در طول شب مدام داریم بیدار میشیم و حتی یادمون نمیاد که بیدار شدیم و متوجه این سبک بودن خوابمون و اون اختلالی که ایجاد شده نمیشیم اصلا. پس خواب و مخصوصا خواب رممون رو حسابی به هم میریزه و کم میکنه. یه خبر بد دیگه هم دارم برای اونایی که فکر میکنن که گل یا ماریجوانا باعث میشه که استرسشون کم بشه و راحت تر بخوابن. باید بگم که اصلا اینطوری نیست. یعنی شاید شما بعد از استفاده از اون راحت تر بتونید بخوابید، زودتر خوابتون ببره، ولی کیفیت خواب ندارید و خواب رمتون هم کم میکنه. دانشمندا اومدن یه بررسی روی مادرای بارداری که به هر نحو و مقداری الکل مصرف میکردن انجام دادن و متوجه این موضوع شدن که خواب رم نوزادای این مادرها خیلی سطحش پایین‌تره و کیفیت خیلی کمتری هم داره به نسبت بقیه جنینا. و خیلی وحشتناکه نوزادی که توی این شرایط اتصالات مغزیش به درستی و خوب شکل نمیگیره. این قضیه هم توی دوران بارداری به وجود میاد، هم توی دوران شیردهی. و خیلی جالبه که جنین نه تنها خواب رم داره، بلکه بیشتر اون تایمی که توی شکم مادره و خوابه توی بازه زمانی خواب رمه. اون مشت و لگدایی هم که به شکم مادر میزنه به خاطر اینه که داره خواب میبینه و چون مغزش هنوز کامل شکل نگرفته، اون مکانیزم فلج کننده‌ای که ما داریم موقع خواب دیدن رو نداره. برای همین خیلی وقت زیاد وول میخوره یا مشت و لگد میزنه کلا. و توی دوران پایانی بارداری
بیشترین زمانیه که جنین داره خواب رم میبینه. یعنی توی کل زندگیمون اون تایم ما بیشترین خواب رمو داریم. حالا قسمت عجیبش اینجاست که ما وقتی خواب میبینیم میدونیم که مواد خام این خواب دیدنه و این تصوراتمون رو از کجا میاریم. به هر حال کلی چیزی اطرافمون دیدیم و همه اونا باعث اینا میشه. ولی مسئله اینه که جنین اون مواد خام خواب دیدن رو از کجا میاره و جوری هم نیستش که فقط توی جنین انسان باشه، توی تمام پستانداران این اتفاق میفته. حالا اگه نوزاد یا جنینمون خواب رمش به مشکل بخوره چه اتفاقی میفته؟ همونطور که گفتم این تناسب اتصالات عصبی مغزی خوب شکل نمیگیره یا کلاً به هم میریزه و واضح‌تر اگه بخوام بگم بچه‌هایی که اوتیسم دارن این عدم تناسب عصبی مغزشون رو میشه به وضوح دید. یه بخشای از مغزشون این اتصالات کمتره، یه بخشایش هم زیادتره، یعنی این تعادله کلاً به هم میخوره. البته نویسنده خودش میگه که درک ما و دانشمندا از اوتیسم خیلی کمه، یعنی هنوز دقیق متوجه نشدن، ولی خب چیزی که واضحه این خواب رم خیلی تاثیر داره روش. مثلا بچه اوتیسمی 30 تا 50% خواب رمشون به نسبت بچه‌های عادی کمتره. تاثیرش روی موشه آزمایشگاه هم یادتون نره و خلاصه اگر الکل، نیکوتین، کافئین و چیزای این مدلی زیاد مصرف میکنید باید بدونید که خواب رمتون رو دارین فدای چه چیزی میکنید و حواستون باشه که ارزشش رو داشته باشه. خلاصه حالا خود کتاب اومده مرحله به مرحله کامل توضیح داده که درصد بندیای خواب رم و نان رم توی هر سن از نوزادی به بعد چقدره. توی نوزادی، 5 سالگی، نوجوانی و بزرگسالی اینا رو کامل توضیح داده و روند شکلگیری اون عصبا و سیستم مغزی هم گفته. اگر اطلاعات کامل تری میخواید حتما کتاب رو تهیه کنید و بخونیدش. فقط یه نکته دیگه هم سریع بگم چون به نظرم خیلی لازم بود که بدونیدش. همونطور که میدونید رفته رفته که سنمون بیشتر میشه نسبت خواب رممون به خواب انرممون کمتر میشه. یعنی وقتی ما به پیری میرسیم خواب رممون توی کمترین حالت خودش قرار داره. حالا به همین نسبت خیلی‌ها فکر میکنن و میگن که سالمندا به خواب کمتری نیاز دارن، در صورتی که اینطوری نیست. اونا نیاز به خوابشون کم نشده، اونا توانایی مغزشون برای خوابیدن عمیق و یک خواب راحت کم شده. یعنی یه جورایی کمتر میخوابن چون نمیتونن بیشتر بخوابن و همین کمتر خوابیدن از نیازه باعث میشه که دوباره مغزشون بیشتر و بیشتر تحلیل بره و از اون طرف باز دوباره کمتر بتونن بخوابن. در نهایت یک لوپ معیوب میشه که هر دوش همدیگر رو تشدید میکنه. البته با یه سری از روش‌ها و رفتار درمانی‌ها میتونید این روند رو هم کنترش کنید، هم میزان و کیفیت خواب رو بالا ببرید که این خودش باز باعث بهبود مغزی میشه و قشنگ میتونید تاثیر مثبتش رو روی روند مغزی و جسمیشون ببینید. اینجا فهمیدیم خواب چقدر مهمه. از اون آگهی تبلیغاتی یا ساختگی اول ویدیو گرفته تا تاثیرش روی موشا و جنینا و 1000 تا آزمایش دیگه. حالا ما اگه خوب نخوابیم چه اتفاقی میفته یا خواب خوب چه تأثیری روی روند یادگیری و مغزی ما داره؟ کتاب در مورد یه سری تحقیقاتی صحبت میکنه که نشون میده خواب چقدر برای یادگیری مهمه، چه قبلش چه بعدش. حتی واسه درونی کردن و یاد گرفتن کامل یه سری از حرکات ورزشی هم خیلی میتونه مفید باشه. اینجوری نیستش که بگی فقط شب امتحان آدم خوب بخوابه روز بعدش سر حال بیدار بشه بره جلسه امتحان خوبه. اونم مفید و خوبه ها، ولی کافی نیستش. اگه شما یه اطلاعاتی که میگیری همون شب و چند شب بعدش خوب بخوابی، نشون داده شده که تا 50% اطلاعات بیشتر و بهتر توی مغزت سیو میشه و 50% اصلا رقم کمی نیستش واسه این مسئله. در واقع هرچی بعد از یادگیری خواب انرممون بیشتر باشه روز بعد اطلاعات خیلی بهتر و راحت‌تر یادمون میاد. دلیلش هم اینه که توی خواب انرم نورون هایی که از هم دورن بینشون ارتباط برقرار میشه و باعث یادگیری بیشتر و بهتر میشه. پس یه جورایی شب بیداری‌های قبل امتحانمون نه تنها مفید نیستن، مضر هم هستن.
و حتی واسه مهارت‌های حرکتی هم دقیقاً همینه، چه میخواد ورزش باشه، چه میخواد ساز زدن باشه. اگه شما ساز بزنید حتما براتون پیش اومده که یک قطعه خاصی رو نمیتونید بزنید هر چقدر تلاش میکنید و شب میخوابید، صبح بیدار میشید میبینید که خیلی راحت تر شده، انگار توی خواب تمرین کردیم. یادمه یکی از آشناهامون یه خاطره از دوران بچگیشون تعریف میکردن و میگفتن که شبا که درس میخوندم بعضی وقتا پیش میومد که یه مسئله ریاضی و هر چقدر باش کلنجار میرفتم نمیتونستم حلش کنم و هرچی فکر میکردم روش اصلا انگار هیچ تأثیری نداشت. شب میخوابیدم، صبح بیدار میشدم و خیلی راحت میتونستم اون مسئله رو حل کنم. قشنگ انگار توی خواب یاد گرفتم یا توی خواب جوابش بهم الهام شده بود. این اپیزودو که آماده میکردم یاد خاطره اون بنده خدا افتادم. همونطور که خواب تواناییمون رو زیاد میکنه، به همون نسبت کم خوابیدن توانایی‌های حرکتی و ذهنیمون رو کم میکنه. دقیقاً مثل اینه که شما میخواین یه عمل جراحی انجام بدید و میان بهتون میگن که فلان جراح کارش خیلی درسته، خیلی جراح حاذق و معتبریه، ولی یه عادتی که دارن قبل از اینکه وارد اتاق عمل بشن چند قلوب مشروب میخورن. اونجا چه حسی بهتون دست میده؟ میتونید اعتماد کنید به همچین آدمی یا نه؟ و کسی که چند ساعت نخوابیده باشه و خواب درستی نداشته باشه دقیقاً توانایی ذهنیش مثل یک آدم درانک میمونه. البته چند ساعت هم که نه دیگه، چند شب خواب کافی نداشته باشه. حالا همچین مسئله‌ای چقدر میتونه روی شغلای دیگه و رانندگی مردم تأثیر بذاره که همونطور که میدونید تصادفات جاده‌ای یکی از عوامل مرگ و میر توی یه سری از کشورها، مخصوصا کشور خودمونه و خیلی وقتا هم تصادف به خاطر اینه که راننده خوابش میومده، در حد چند لحظه مغزش جواب نداده و باعث یک تصادف خیلی وحشتناک و جبران ناپذیر شده. لازم هم نیست حتما خوابش ببره ها، کافیه با چشمای باز چند لحظه فقط مغزش فرمان نده، مغزش خواب بیفته. همون چند لحظه کافیه واسه یک تصادف وحشتناک. این حالت رو فکر کنم خیلیامون حداقل سر یه سری کلاسای خاص تجربه کرده باشیم که انگار چشمامون بازه ولی خب مغزمون خوابه و هیچ جوابی نمیده. یه بررسی روی راننده کامیونای آمریکایی انجام دادن و نتیجه واقعا ترسناک بوده. گفتن که اگر یک راننده کمتر از 5 ساعت خوابیده باشه خطر تصادف تا 3 برابر زیاد میشه و قسمت وحشتناکترش اینجاست که اگر کمتر از 4 ساعت خوابیده باشه این خطر 12 برابر میشه. یعنی اون 1 ساعت انقدر میتونه تاثیرگذار باشه و قضیه مرگ و زندگی رو جابجا کنه. و بدبختی ماجرا اینجاست که آدم توی اون حالت اصلا متوجه این کند شدن حالت و رفتارش نمیشه. فکر میکنه که خیلی هم هوشیاره، خیلی هم خوب میتونه از پس کارا بر بیاد، در صورتی که اون آدم رسما مسته و توی همه کشورها رانندگی توی مستی غیرقانونیه. اثر خواب روی مغزمون رو دیدیم. حالا چه تأثیری روی جسممون داره؟ نویسنده معتقده که خواب کم باعث عمر کوتاه و کم کیفیت میشه و یعنی شما هر بخشی از بدن رو که نگاه کنی هیچ جایشو پیدا نمی‌کنی که خواب خوب تأثیر مثبت داشته باشه روش و کم خوابی باعث اختلال توی روند کارکردش بشه. کمبود خواب به حدی روی بدن تأثیر منفی داره که گینس دیگه رکورد بیدار موندن رو ثبت نمی‌کنه که یه وقت مردم وسوسه نشن بخوان رکوردو بزنن و به بدنشون آسیب جدی بزنن. و به نظر من اگه فقط به همین نکته گینس فکر کنیم، به همین یک جمله که گینس دیگه این قضیه رو ثبت نمی‌کنه فکر کنیم، به عمق ماجرا پی میبریم. چون گینس رسما هر چیزی رو ثبت میکنه، رکورد سقوط آزاد رو ثبت میکنه، رکورد خوردن هر چیز عجیب و غریبی رو ثبت میکنه. ولی تشخیص دادن که نخوابیدن میتونه از هر سقوط آزاد، از هر ارتفاعی خطرناکتر باشه. توی این شرایط آدم قشنگ میفهمه و درک میکنه که چرا بعضی از حکومت‌ها از بیخوابی به عنوان شکنجه استفاده میکنن. شاید در ظاهر چیز خاصی به نظر نیاد، ولی در اصل یک مرگ خاموشه که حتی نمیتونی اثرش رو روی فرد مقابل ببینی.
پس کمبود خواب نه تنها روی مغز بلکه روی هر عضو دیگه از بدن که بهش فکر کنیم تاثیر خیلی خیلی منفی داره. از قلب گرفته تا فشار خون و مشکلات کبد و ریه و رگ و هر چیز دیگه‌ای. و نکته دیگه‌ای هم که هست، کسایی که آلزایمر میگیرن اگر بحث وراثتیشو بذاریم کنار، بیشترین چیزی که باعث آلزایمر گرفتنشون شده این بیخوابی و کمبود خوابه. حالا به نظرتون تاثیرش روی اجتماع و اقتصاد چی میتونه باشه؟ قبل از این تحولاتی که توی دوران مدرن اتفاق بیفته ما رسما هیچ مشکلی با خواب نداشتیم و همیشه هم وابسته به نور خورشید بودیم. با طلوع خورشید بیدار میشدیم، با غروبش هم که یه سری وسیله هایی بودن که روشنایی خیلی محدودی داشتن، مثل شمع و چراغ نفتی و چیزای این مدلی که کار خیلی زیادی هم از دستمون بر نمی اومده در نهایت. ولی بعدش با اختراع لامپ و این لامپ‌های LED و اینا بدنمون حسابی به هم ریخت و رسما ریتم شبانه روزی بدنمون رو داریم با اینا به هم میزنیم و متاسفانه یه جورایی هم با این نورای LED ما احاطه شدیم، از چراغ گرفته تا نور موبایل و لپتاپ و هر مانیتور دیگه‌ای که ما مدام در طی روز باهاشون سر و کار داریم. جدا از این نورا، محرکایی که گفتیم هم الکل و کافئین و چیزای اینطوری هم حسابی کیفیت خوابمون رو تحت تاثیر قرار داده. ولی جدا از اینا یه سری ساعت بندی و قانونا هستش که واقعا آسیب زاین، مثل شروع کار مدارس، اداره، شرکت‌ها و چیزای این مدلی. تک تک این چیزا دست به دست هم دادن که ما توی بدترین نقطه تاریخی از لحاظ کیفیت و کمیت خواب باشیم. در حدی که نویسنده میگه ما یه جور توی پندمی بیخوابی گیر افتادیم و نصف آدمای دنیا خواب کافی ندارن. 100 سال پیش توی آمریکا فقط 2% از آدما بودن که کمتر از 6 ساعت میخوابیدن. ولی خب امروزه این رقم رسیده به 30% و یه جورایی 65% از آدمای بالغ خواب کافی ندارن. که اگر یک مرور کوتاه به مضرات کمخوابی داشته باشیم متوجه میشیم که چه فاجعه‌ای در پیش رو داریم. یه توضیحاتی هم از آمار شروع کار مدارس توی آمریکا داده که تقریبا 80% از مدارس قبل از 8:15 شروع به کار میکنن و حدود 50% هم قبل از 7:20 شروع میکنن. این یعنی چی؟ یعنی سرویس مدرسه از 6:15 باید شروع کنه به سوار کردن بچه‌ها و از اون طرف بچه‌ها اگه بخوان برسن به سرویسشون باید حداقل 5:15 از خواب بیدار بشن که شروع به آماده شدن کنن. این روند از 7 سالگی به بعد برای 5 روز در هفته در تمام دوران تحصیل ادامه داره. و نکته‌ای که هست اینه که ساعت درونی بچه‌ها با ساعت درونی آدمای بالغ خیلی متفاوته. یعنی اگه ساعت 5 و 5 و نیم بچه رو بیدار کنی مثل اینه که یه آدم بزرگ رو ساعت 3 نصف شب بیدار کنی که بخوای بفرستیش مدرسه یا بفرستیش کلاس چیزی یاد بگیره. حالا خودمون اگه ساعت 3 و نیم صبح بخوایم بیدار بشیم بریم مدرسه چقدر خلق و خومون میتونه به هم بریزه و چه حال و هوایی بهمون دست میده. و نویسنده معتقده که این کار دیوانگی محضه. و حتی میگه این روزا اکثر بچه‌هایی که اختلال تمرکز دارن و براشون تشخیص ADHD دادن مشکل اصلی و اکثرشون بیخوابی مفرطه. حالا بماند که بدتر از همه اینا اینه که ما داریم خواب رم از بچه میگیریم و تأثیری که کمبود خواب رم میتونه بذاره خیلی شدید و جبران ناپذیره. از توهم و خیالاتی شدن گرفته تا عصبی و پرخاشگر بودن توی رفتارشون. و یه جورایی نویسنده میگه که مرز بین دیوانگی و عاقل بودن یک آدم همین خواب رمه که ما داریم از بچه‌ها میگیریمش. در واقع سیستم داره خواب رمو از همه میگیره، چه بچه باشه، چه بزرگسال باشه، چه محصل، چه کارمند، چه شرکتی. اکثرا مجبوریم که صبح زود بیدار بشیم بریم. حالا قسمت مورد علاقه و جالبش برای من اینجاست که توی بعضی از ایالت‌های آمریکا گفتن که بیایم این ساعت رو تغییر بدیم، 1 ساعت عقب‌تر بندازیم ببینیم که چی میشه. با همین 1 ساعت دیرتر شدن مدرسه ها دیدن که نمره‌های بچه‌ها بهتر شده، بین نوجوانا مصرف مواد کمتر شده، درگیری و دعوا توی مدرسه کم شده و حتی تصادف بین راننده‌های نوجوان 60% اومده پایین. 60% خیلیه واسه آمار تصادفات.
حالا قسمت دردناک ماجرا اینجاست که اگه بخوایم یه ذره زوم کنیم و دقیق‌تر نگاه کنیم به ماجرا، متوجه میشیم که این قضیه واسه قشر ضعیف جامعه حتی خیلی سخت‌تر از حالت نرم و عادی خودشه. بچه‌ای که سرویس نداره یا خانواده‌اش با ماشین شخصی نمیتونن برسوننش و کلاً توانایی مالیشون در اون حد نیست، باید از سرویس حمل و نقل عمومی استفاده کنه، یا پیاده بره یا با دوچرخه بره. خلاصه یه جوری که حتی از بقیه بچه‌ها هم باید زودتر بیدار بشه که بتونه خودش رو برسونه رأس ساعت به مدرسه. و اینجوریه که همونی که مشکل بیشتری داره باز از اون طرف هم شرایط براش سخت‌تر میشه. اونی که فقیرتره زودتر بیدار میشه، توان ذهنیش کمتر میشه، نمره‌هاش کمتر میشه، به همون نسبت فارغ التحصیلی، شغل، درآمد و مثل دومینو همه اینا به مراتب ضعیفتر و ضعیفتر میشه واسهشون. این میتونه خیلی ناراحت کننده باشه که قشر ضعیف حتی توی این مرحله و اینجا هم آسیب پذیرتر و محرومتر واقع میشه. یه سری شرکت‌ها و کتابای انگیزشی رو دیدیم که میگن ما خواب نداریم، باید تا میتونیم بجنگیم، باید تا فلان ساعت شب کار کنیم، بعد از اون طرف قبل طلوع خورشید بیدار بشیم، باز دوباره شروع کنیم به کار کردن و جنگیدن. این فرهنگ جنگیدن و کار کردن دیوانه‌وار که فکر میکنیم چقدر خوب و پروداکتیوه، تحقیقات نشون داده که کاملا نتیجه برعکس داده، چه توی اقتصاد چه توی روند کارکنان و کارمنداشون. باز اینم حتما شنیدین که شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و اپل و یه سری شرکت‌های خوب دیگه یک فضای مجزا برای خواب و استراحت کارکنانشون تعبیه کردن و این به خاطر کول و باحال بودنشون نیست یا دلشون واسه کارمنداشون نمیسوزه، به خاطر اینه که کاملا و به وضوح مشخص شده که روی پیشرفت اقتصادی و روند کارکنانشون میتونه تاثیر خیلی مثبتی بذاره. حالا اینا رو دونستیم. خواب کافی خیلی مهمه و نداشتنش کلی مشکل و دردسر درست میکنه واسمون. چیکار کنیم؟ خیلی چیزا مثل ساعت شروع مدارس و اداره و شرکت‌ها دست ما نیستش. فعلا کاری که ازمون برمیاد اینه که ساعت خوابیدنمون رو تنظیم کنیم که حداقل به اندازه کافی بخوابیم. نویسنده میگه من نمیام بگم دم غروب گوشیاتون رو بذارین کنار یا هوا تاریک شد چراغ روشن نکنید یا مثلا چند ساعت قبل خواب کلا تلویزیون نگاه نکنید، چون حتی اگه بخوایم هم سبک زندگیمون یه جوری نیستش که بتونیم این کارا رو انجام بدیم. فقط باید آگاه باشیم و تا حد امکان بتونیم از این ابزارهایی که اطرافمون هست به درستی و به نحو احسن استفاده کنیم. چیز دیگه ای هم که میگه مطالبه گریه. میگه ما باید آگاه باشیم، بدونیم که چیا برامون خوبه و چیا مضره و مطالبه کنیم. دقیقاً مثل همین گزینه‌ای که توی گوشی‌ها اضافه کردن که نور آبی رو بلاک میکنه و باعث میشه کمتر نور آبی به چشمتون برسه. این هم به خاطر این بود که مردم آگاه شدن، مطالبه کردن و بعد شرکت‌ها اومدن این تغییر رو روی گوشی‌ها اعمال کردن و انجامش دادن. چیزایی مثل ساعت مدارس هم همینطوره. مردم باید آگاه بشن و از دولت مطالبهش کنن. البته ایده‌ای ندارم که توی ایران به چه نحوی میخواد پیش بره این مسئله. خب یه جنبندی کوتاه داشته باشیم، این اپیزودم تمومش کنیم. اول از همه خوردن وعده‌های بزرگ قبل خواب یا نوشیدن مایعات زیاد قبل خواب باعث سوء هاضمه و نیاز به بیدار شدن طی شب میشه که همین باعث مختل شدن خواب آروممون میشه. مصرف کافئین و نیکوتین و الکل هم که گفتیم محرک‌های رایجن. کافئین رو باید حداقل 8 تا 10 ساعت قبل از خوابمون مصرف کنیم که خوابمون رو مختل نکنه. حالا از اون طرف الکل و ماریجوانا هم باعث میشه خوابمون بگیره، ولی خواب رمو به شدت کاهش میده و روی رشد مغزی نوزادا هم خیلی تاثیر بلند مدت و مخربی داره که همین به شرایطی مثل اوتیسم مرتبطه و کمخوابی توی بزرگسالی هم که تصادفات رو میبرد بالا احتمالش رو و خلاصه باعث کاهش توانایی‌های شناختی و حرکتی میشد و بیماری‌های مزمن هم میبرد بالا احتمالشون. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد ممنون میشم که سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. ممنونم.